سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبه استاد بزرگوار، سلامتیتون خوبه ان شاء الله؟ الحمدلله، سلامت باشید. سوزون برای یک مسئله پیشمون برآمدیم. هم یک برادر سوال کرد که آیا پیش از پدر و مادر حج کردن جایز است یا نه؟ اگر حج برای شما فرض شده باشد بله، یعنی پول و مالتان علاهیده باشد، به بلاغت رسیده باشید، پول و مالتان علاهیده باشد و به پدر و مادر حج فرض نشده باشد، یعنی شما میتوانید فرض اجرا کنید. اگر امکانیت داشته باشید که هر پدر و مادر را هم همراهتان برید خوب است، ولی واجب نیست. واجب فقط برای خودتان، مگر اگر اون پول برای پدر بخشید. پول برای پدر بخشید، مثلا $5000 پول دارید، اونو برای پدر بخشید، البته برای شما واجب نشد. واجب که نشد به شما واجب نیست، بعد به پدرتان واجب میشد. در این حالت اون کس میره.